چگونه می توانید ترس‌هایتان را به فرصت‌هایی برای رشد و پیشرفت تبدیل کنید؟ سلام به همه شنوندگان عزیز. به پادکست یک قدم برای آینده خوش آمدید. امروز در مورد یکی از موضوعات مهم زندگی صحبت می کنیم که می تواند ما را از رسیدن به رویاهایمان باز دارد. ترس‌ها. آیا تا به حال احساس کرده اید که ترس‌ها شما را متوقف می کنند؟ سلام دوستان. بله، همه ما ترس‌هایی داریم که گاه و بیگاه به سراغمان می آیند. اما امروز می خواهیم با هم یاد بگیریم که چگونه بر این ترس‌ها غلبه کنیم و به سمت آینده درخشان حرکت کنیم. بیایید ابتدا درباره شناخت ترس‌ها صحبت کنیم. اولین قدم برای غلبه بر ترس‌ها شناخت آنهاست. وقتی بدانیم دقیقاً از چه چیزی می ترسیم، می توانیم برنامه‌ای برای مقابله با آن تهیه کنیم. دقیقاً. و جالب اینجاست که بسیار از ترس‌هایمان در ذهن ما ساخته می شوند و واقعی نیستند. پس شناخت ترس‌ها و تفاوت بین ترس‌های واقعی و خیالی می تواند بسیار کمک کننده باشد. حالا که ترس‌هایمان را شناختیم، بیایید به روش‌های غلبه بر آنها بپردازیم. یکی از روش‌های مؤثر مواجه تدریجی با ترس‌ها است، یعنی با قدم‌های کوچک به سمت چیزی که از آن می‌ترسیم برویم. بله و همچنین مهم است که درباره ترس‌هایمان حرف بزنیم. صحبت کردن با دوستان یا متخصصان می تواند دیدگاه‌های جدیدی به ما بدهد و به کاهش ترس‌هایمان کمک کند. خیلی خوب. حالا بیایید در مورد تبدیل ترس به فرصت صحبت کنیم. هر ترسی می تواند به یک فرصت برای رشد و یادگیری تبدیل شود. مهم این است که به ترس‌هایمان به عنوان یک چالش نگاه کنیم. دقیقاً. وقتی ترس‌هایمان را به چالش بکشیم می توانیم از آنها درس بگیریم و قوی‌تر شویم. این همان چیزی است که می تواند ما را به سمت موفقیت هدایت کند. دوستان عزیز، امیدواریم که امروز توانسته باشیم کمی از ترس‌هایتان را کاهش دهیم و به شما انگیزه داده باشیم که با شجاعت به سوی رویاهایتان حرکت کنید. بله، به یاد داشته باشید که شما لایق آینده درخشان هستید و هیچ ترسی نباید مانع رسیدن به آن شود. از همراهی شما متشکریم و امیدواریم که در پادکست های آینده هم با ما باشید. تا دیدار بعدی شجاع باشید و به سوی آینده روشن حرکت کنید. تشکر از تمام کسانی که ویدیوهای ما را لایک و کانال ما را سابسکرایب می کنند.